استثناها موقعیت‌های غیرمنتظره و نادری هستند که در زمان اجرای برنامه رخ می‌دهند. به عنوان مثال، به برنامه‌ای که توسط یک برنامه‌نویس کم تجربه نوشته شده است توجه کنید. این برنامه حاصل جمع 2 عدد صحیح ورودی را محاسبه کرده و نمایش می‌دهد. برنامه را با زدن کنترل و F5 بدون دیباگ کردن اجرا می‌کنیم. اگر در قسمت ورودی این برنامه اعداد صحیح را وارد کنیم، مشاهده می شود که برنامه به خوبی و بدون خطا کار می کند. اما اگر ورودی برنامه قابل تبدیل به عدد صحیح نباشد، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در این حالت، اجرای برنامه متوقف شده و یک پیام خطا ظاهر می شود. این پیام به کاربر اعلام می کند که یک موقعیت استثنایی مدیریت نشده در برنامه پیش آمده است. در اینجا موقعیت استثنایی این است که رشته ورودی در قالب مقدار صحیح نبوده است. با زدن دکمه کویت، اجرای برنامه بلافاصله خاتمه پیدا می کند. در حالی که با زدن دکمه کنتینیو، برنامه از این خطا چشم پوشی کرده و سعی می کند به اجرا ادامه دهد. باید توجه کنید که پس از نمایش این پیام، تضمینی وجود ندارد که برنامه پس از آن نیز به درستی کار کند. چنین خطاهایی که در زمان اجرا رخ می دهند، به دلیل بروز حالتهای خاصی است که برنامه نویس برای مواجهه با آن فکری نکرده است. مسلماً این اتفاق به هیچ وجه برای کاربر برنامه اتفاق خوشایندی نخواهد بود. اکنون نگاهی به کد برنامه می‌اندازیم. با زدن دکمه F5 برنامه را در حالت دیباگ اجرا می‌کنیم. با دادن ورودی غیر صحیح به برنامه می‌بینیم که بار دیگر پیام موقعیت استثنایی مدیریت نشده نشان داده می‌شود. با زدن دکمه بریک، اجرای برنامه در محل وقوع خطا متوقف می شود. همانطور که مشاهده می کنید، رشته ورودی توسط متد پارس قابل تبدیل شدن به عدد صحیح نیست. خب تا اینجا مشکل را پیدا کرده ایم. اما راه حل برخورد با این گونه حالتها چیست؟ در زبان C# از ساختار ترای و کچ برای مدیریت حالتهای استثناء در برنامه استفاده می شود. قسمتی از کد که ممکن است در آن حالت ناخواسته و یا خطایی رخ دهد را در بخش ترای قرار می دهیم. عکس‌العمل مناسبی که برنامه در صورت بروز خطا باید نشان دهد در قسمت کچ نوشته می شود. به عنوان مثال در اینجا از کاربر می خواهیم که یک عدد صحیح را وارد کند. حال اگر بار دیگر برنامه را اجرا کنیم، می بینیم که این مشکل برطرف شده است. بسیاری از متدهای موجود در کتابخانه .NET استثناهای خاص خود را دارند. به عنوان مثال، متدهایی مانند متد write all text و یا متد read all text که برای کار با پرونده ها در کلاس فایل در نظر گرفته شدند، هر کدام استثناهای تعریف شده برای خود را دارند. برای دیدن فهرست این استثناها می توان به توضیحات مربوط به این متدها در کتابخانه MSDN مراجعه کرد. برنامه نوتپد را که قبلا نوشته ایم اجرا می کنیم. سعی می کنیم متن نوشته شده را در پوشه ویندوز ذخیره کنیم. این پوشه توسط سیستم عامل ویندوز محافظت می شود و به طور معمول به کاربر سیستم اجازه ذخیره پرونده در این پوشه داده نمی شود. مشاهده می کنیم که پیام خطا ظاهر می شود. به کد برنامه رجوع می کنیم. می خواهیم با استفاده از ساختار ترای و کچ حالت استثنایی تولید شده را مدیریت کنیم. به این منظور بخشی از کدی که امکان تولید خطا در آن وجود دارد را در قسمت ترای قرار می دهیم. در بخش کچ نیز پیام مناسبی به کاربر نشان می دهیم. در دستور نمایش پیام به نحوه استفاده از متغیر ای که از نوع کلاس اکسپشن است توجه کنید.